گمان میکنید بعد از آنکه دست از راهزنی برداریم چگونه روزگار بگذرانیم؟ من که میگویم نه تنها از راهزنی به کاروانها دست برداریم، بلکه امنیت زوار مولایمان امام رضا علیه السلام را مهیا کنیم تا خداوند گناهانمان را ببخشد. در کدامین صف ایستادم؟ صفی که میخواهد مزار مولایم قریب بماند، راهش ناامن شود و کسی به زیارت قریب دوست نرود. توبه مرا بپذیر مولایم. بندگان خدا نهراسید، گویا قصد زیارت مولایم امام رضا علیه السلام را دارید. بله، برای زیارت و شفاعت ایشان می رویم. راهی که به آنجا می روید خلوت و ناامن و پر از راهزنان بی‌رحم است. پناه اماممان رضا می رویم. پس همگی راهی می شویم. ما و شما در سایه مبارک ایشانیم. از راهزنان و خلوتی راه نهراسید، چرا که زوار اماممان هستیم. درود خدا بر شما پدرشان.